نکش. نفسم داره میگی بوی بد میگی بابا. وقتی بوسم میکنی بابا یه بوی بدی میگی. بدم پیش بچه ها پیش دوستام اصلا خجالت میکشم. یه بار رفته بودیم با بابای پاک و دستم به سیگار بابای خورد. دستم سوخت. خیلی درد. خیلی درد. دوست دارم دیگه سیگار نکش. به نام خدا. سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز همراه با برنامه برمدار ورزش. هفته بدون دود، هفته بدون دخانیات و یک هفته یادآوری این که یه چیزی خیلی بده. دود، دخانیات، سیگار. همین الان که دارید صدای ما رو میشنوید سیگاری هستین یا نه؟ بعضیا میگن سیگار، میگن نه سیگار خیلی بده ولی ما قلیون میکشیم. واقعا قلیون، دخانیات چه نقشی توی سلامتی و پیشرفت شما از ابعاد مختلف زندگی داره؟ چه فایده‌ای براتون داره؟ چقدر برای شما ضرر اقتصادی داره؟ به این مسئله فکر کردید؟ و آیا ورزش جایگاهی در زندگی شما داره؟ یه نفر به شما میگه که آقا آتیش داری بهش جواب چی میده؟ بهش لبخند میزنیم دیگه. فکر کنم جوابش گرفته باشه. آقای افغان از مربی قدیمی کوهنوردی این سالا فکر کنم ورزش تونسته جلوی انحراف شما به سمت دخانیات رو بگیره؟ طبیعتا آره خیلی، چون که همین که خودم هم یکی از مشتبهین از کار هستم که به اصطلاح از کسانی که گاهی دیدم دستشون حداقل یا به اصطلاح نصیحت کردن یا که به اصطلاح دیگه از ما رو درواسی کردن وقتی که فکر کردن که ما ورزش داریم رو درواسی کردن و کنار گذاشتن. آقا سیگار داریم؟ من سیگار یه دونه؟ یه نه؟ نه چرا سیگار نیستم؟ دوست ندارم، خوشم نمیاد. هفته بدون دوده؟ نباید کشید، اصلا هیچ وقت نباید به هفته و سال کاری نداریم. اونایی که میکشن. آقا بعضی راستی همسن مثلا شما چند سالتونه؟ من 61 سال. بعضی فکر میکنن دیگه مثلا آقا آخر خط دیگه حالا بذار بکشیم. نه اشتباه میکنه. هیچ وقت آخر خط نیست. همیشه باید زندگی بکنه. هر روز صبح که بلند میشه اول دنیا باید زندگی بکنه. دلیل نداره آخر خط یعنی چی؟ ورزش چه جایگاهی داره در این نوع تفکر شما؟ ورزش اول است. به نظر من بعد از نفس کشیدن، بعد از غذا خوردن بعد بدن ورزش کنه. و باعث میشه که شما به سمت سیگار گرایش پیدا نکنید. هیچ وقت سیگار نرفتم. هیچ وقت تو زندگی از سیگار تجربه نکردین؟ چرا؟ ولی خوشم نمیاد. چه احساسی داشتین اون لحظه؟ احساس کردم که تلخی که دهنم میاد، اصلا هیچ خوشم نمیاد، لذتم نمیبرم. هیچ مرسی. میونه این همه عیاهو توی شهر شلوغ خیلی ها میکشن خیلی نمیکشن. با ما همچنان همراه باشید. سیگار دارید؟ نه حالا سیگار کشیدید؟ آره کشیدم. سیگاری بودم آره. بعد ورزش باعث شد که ترک کنی یا نه؟ آره چون ورزشکار دیگه، چون هر ورزش حرفه‌ای می‌کردم حجم ریه‌مو مشکل دار کرده بود و مجبور بودم ترک کنم که ورزشم یا باید بین ورزش نگاه و یکی انتخاب می‌کردم. چند سال سیگار کشیدی؟
دوران فکر کنم هنرستانم بود 3 سال 4 سال 4 سال. آره. الان چند ساله که ازش دوری؟ 15 سال 15 سال. در این برنامه میخوایم بگیم که سیگار چی اسمشو بذاریم؟ نمیدونم چی اسمشو میذاره برای یه سری خوبه برای یه سری بده. چون سیگاری میدم نمیخوام انقدر تعصبی حرف بزنم که بگم وای چیز خیلی بدیه. نه من یه زمان سیگار میکشیدم ولی خب با توجه به شرایط کاری که دارم میکنم ورزشی که دارم انجام میدم مجبور شدم که سیگار ترک کنم تا به ورزشم برسم. یعنی میخوام بگم که ورزشکار حرفه‌ای هستی و یکی از مربیای خوب در رشته ورزشی کوهنوردی. صحبت پایانی اونایی که الان صداتو میشنون از رادیو ورزش، موج FM، همه ایران و سیگاری هست. اتفاقا همین الان پشت فرمان تاکسی سیگارا هم داره میکشه، کاری به کار مسافرام نداره. والا نمیدونم، یعنی اگه دوستان عمرشون کم بشه اگه کاری به زندگی سالمشون ندارن سیگار بکشن. این آدم بعضی اصلا نصیحت خودم نصیحت کردن بعدم میاد. این دوست ندارم نصیحت کنم آقا هر کسی آزاده سیگار بکشه یا نکشه، ولی باید زندگیشو ببینه. یعنی اگه میخواد بدنش همیشه سالم باشه، اگه میخواد چیز باشه سیگار نکشه، اگه میخواد همیشه مریض باشه و مشکل داشته باشه بدنش پیرنش یه سیگار بده خانواده‌اش ازش بعدش بیا خب بره بکشه. چند تا کلمه کوه عظمت کبریت چیز مفیدیه. سیگار بد. کوهنورد آدم ماجراجو. هفته بدون دود و دخانیات. هفته خیلی خوبیه. بدون دود و دخانیات. سیگار داریم؟ نه من سیگار دارم. یه سیگاری که سراغتون میرسه میگه که آقا آتیش داری چی بهش میگه؟ چه برخوردی میکنه؟ زیاده بهش خوشم نمیاد. تو این هفته فکر میکنی کوهنوردا در کنار سایر ورزشکارا چه پیامی میتونن داشته باشن برای یه کسایی که اهل دخانیاتن، زندگیشون رو تقریبا یه خود دودی کردن؟ باید خود به خودشون مراجعه کنن ببینن که اگر توی محیط طبیعت میان از دود استفاده نمیکنن چه حالی دارن و که از دود استفاده میکنن چه مثلا حالی دارن. این تفاوت رو باید حس بکنن، باید ببینن که مضرات سیگار دود چقدر میتونه فرسایش بده ریهشون و جسمشون رو و در واقع هم به پولشون صدمه میزنه هم به خودشون. چند تا کلمه میگم شما یه جمله بگید. کوهستان سیگار زیبا نیست. قلیون خیلی افتاده. قهوه خونه خوبه منطقه بدونه تو قهوه خونه کوهنوردی دیزی و آبکوش رو برنامه خوبه. وقتی بوسم میکنی بابا یه بوی بدی میدی، بدم میاد پیش بچه ها پیش دوستام اصلا خجالت میکشم. میگن زندگی جاری، میگن زندگی مثل رودی لطیف و جاری، میگن این زندگی مثل همه رودخونه ها ادامه داره، میگن که آب رو نباید گل کرد. زندگی رو با دود یه خود ببینیم لذت های دیگه هم تو زندگی هست که ارزش داشته باشه، لذت هایی هست که بتونیم با دیگران به شراکت با هم لذت ببریم، یا نه فقط دوست داریم دود کنیم و کاری به کار دیگران هم نداشته باشیم که آیا این کار ما بده، خوبه، کسی خوشش میاد، کسی از کنار ما رد میشه، ناراحت میشه. بیاید در هفته بدون دود، در هفته بدون دخانیات با ورزش یه مقدار آشتی کنید، با ورزش همراه بشید. راه همینه، راهی همراه با ورزش و راهی بدون دود و بدون دخانیات.